ببین تو وقتی میای اینجا حس اینو داری که انگار وسط بهشتی، جدا از این که تمام بریم به ماشین سمت منصوری ببینیم چی میشه. با من همراه باشید دیگه. لایک و سابسکرایب و حرفای اینجوری هم که دیگه فکر کنم بهش عادت دارین، دکمه زنگوله با این. خب اینجاییم. ببین اولین چیزی که به چشمت میاد توی منصوری و به نظر من یه خلق ارزش بی‌نظیری میکنه، همه جزئیات داره از منصوری حرف میزنه. هر جا که نگاه میکنی منصوری میبینی قبل از هر چیز. خوش اومدید به شوروم بی‌نظیر و جذاب و دوست داشتنی و خفن منصوری. با رولز رویس اسپکتر 2024 شروع میکنم. ببین این ماشین خدای جذابیت، ماشین الکتریکی که توی سال 2024 رولز رویس رو یک انقلابی درش ایجاد کرد. حالا ببین منصوری چقدر زیبا از این کربن فورجی که امسال حالا توی ماشین‌های دیگه هم می‌بینیم. یکی از تولیدهای خیلی خفن منصوری در ساخت کربن. فانتوم و داون و گریسی که می‌بینیم باهاش ویدیو داریم توی اینستاگرام فکر کنم. بی‌نظیره، یعنی یک اینتریور صورتی کار شده با همون رینگ‌های معروفی که دارید می‌بینید. اینجا دو تا فراری F8 رو داریم. اسکوترهای منصوری، من دیگه اینو توقعشو نداشتم. توی سپتامبر 2024 ما توی منصوری علاوه بر ماشین‌های گلفی که داریم که الان نشونتون میدم، گاریا اگه اشتباه نکنم، ایده جالبی اسکوترهای سه چرخه منصوری. چقدر این مرد و این سیستم میدونه چجوری، خیلی مهمه به نظر من، میدونه چجوری رنگا رو کنار هم دیگه بذاره. ببین تو داری در عین اینکه تفاوت رنگ میبینی اما حس خوبی میگیری ازش، دایره رنگ رو به شدت میشناسه. واو، این ماشین غیر قابل فروشه. یعنی ما توی منصوری این ماشین رو برای فروش تا جایی که میدونم نخواهیم داشت، چون این ماشینیه که خود آقای منصوری تعصب شدیدی روش داره و عاشقشه. این لامبورگینی ایووی هست که خود آقای منصوری از موتور تا درون تا بیرون تا هر چیزی که میبینید رو کربن کار کرده روش. ماشینی که بلندترین صدا رو داره باید حدس بزنید چیه. لندروور دیفندر، صداش وحشتناکه، شاید باورتون نشه. کجایی؟ نرام. اینا ماشین‌های گلفی هستن که قاعدتاً توی زمین‌های گلف استفاده میشن ولی استریت لگال هستن، یعنی مجازن برای خیابون هم و مسلماً یک نمادی از همون ثروت و جذابیت و چیزای این شکلی است. مهران با من بیا. می‌بینید ساک‌ها و چمدون‌هایی که مهران نشون بده اونا رو، ساک‌ها و چمدون‌هایی که از منصوری ساخته شده. چه باحال این صندلیایی که اینجا سمت منصوریه. دوباره اینجا ما یه گلدن کانسپت داریم با دیزاین منصوری، یعنی با ایده‌ای که آقای منصوری بهش داده. خیلی ساعت‌های گرون و ارزشمند و خفنیه که من دارم اینجا می‌بینم که باز هم کربن روی اینها کار کرده و بدنه‌های خیلی جذاب. از هر ماشینی که ساخته میشه یه چیز خیلی باحالی که باید بدونید این که ماکت از اون ماشین میره و در میاد و در کنار اینکه اون لحظه‌ای که ماشین رو می‌فروشن به خریدار داده میشه. ساعت‌ها و عینک‌ها و جاسویچی‌ها و دیگه بهت بگم این چیه؟ این چی میتونه باشه؟ یعنی نمیتونم بفهمم. پاشنکش. ببین تو وقتی که یک ارزشی خلق میکنی روی همه چیز میتونه اثر بذاره واقعا. دوباره اینجا ما یه ماکت از یکی از یات‌هایی که در واقع منصوری طراحی کرده رو داریم. با من بیام. جی کلاس فول گلد فول کربن منصوری باید بارها و بارها دیده باشینش قبل از هر چیز. این ماشین علاوه بر اینکه اسکواد دیزاین شده، یعنی درها مثل رولز رویس باز میشه، 17 سانتی متر از پشت و بغل ها بهش اضافه شده. این کار آسونی نیست. شما دیزاین و طراحی ماشین رو کاملا دارین عوض میکنین، یعنی دارید ماشین رو میکوبید از نوع چیز دیگه بازسازی میکنید و میسازید. یعنی چی؟ یعنی این ماشین اینجا بوده، خب از بغل ها هم مثلا چند سانت کوچیک‌تر بوده. ماشین رو از بغل ها و از عقب و جلو طول و عرض بهش داده. این خیلی کار سختیه. این ماشین فول کربونه، وان آف وان هست، لیمیتد ادیشن هست. خدمتتون عرض بکنم و این ماشینیه که ویدیوشو توی اینستاگرام دیدین، بازم براتون میذارم اما اینسرتاشو داشته باشین. ببین این قسمت رو میخوام قبل از اینکه من بگم حدس بزنین، توی این ثانیه ویدیو حدس بزنین که این قسمت برای چی میتونه باشه. این قسمت توی منصوری شاه کلید جورایی برای کاستومرها و کلاینت هایی که میان
مشتری هایی که میان و میخوان ماشینشون رو دیزاین بکنن. من الان به عنوان یک مشتری اومدم و میخوام ماشینمو دیزاین بکنم. چه اتفاقی میفته؟ میاد به من میگه که خب شما کدوم کربن رو برمی‌دارین، کدوم جنس بدنه رو انتخاب میکنین، حتی رنگ نخی که توی صندلی‌ها کار میشه، توی دیزاین کار میشه، جنس چرم صندلی و رنگ چرم‌های صندلی رو شما میتونین انتخاب بکنین. ببین کیفیت رو میبینید، عجب چرمای خفنیه، واقعا من خیلی دوستش دارم. اینجا رو ببین، بس ویدیوشو براتون میسازم، اینو براتون ویدیوشو میسازم. بریم ویدیوی تور کامل ببینیم، ویدیوی این قسمت رو براتون کامل میسازم. با من بیام. توی منصوری جی کلاس یک جهان دیگه ایه. به نظر من اگر بخوایم اولویت بندی بکنیم منصوری چه ماشین هایی رو میتونه برند خودش داشته باشه و یک عنوان بهشون بده، اول و در صدر قصه باید بگیم جی کلاس ها، بعد بگیم رولز رویس، بعد بگیم فراری و بعد حالا بنتلی و ماشین های دیگه. ببین آخه تو این ماشین رو ببین چی کار کرده، بازم کربن فورج. راجع به این دیفندری که باهاتون حرف زدم که هم روی قدرتش کار شده هم روی صداش کار شده، با من بیاین. وقتی تو اون قسمتی که داشتیم رنگا رو انتخاب میکردیم گفتم یه سری رنگا میتونه خیلی برای بدن جذاب باشه و کار بکنه. نمیتونم از زیباییش، شاید توی ویدیو مشخص نباشه، مهران یه ذره میشه لطفا از نزدیکتر این جنس و حالت بدنه رو و ترهماتی که کار شده به علاوه یک کربن بی‌نظیر، واقعا نمیتونم از این حجم زیبایی حرف بزنم. یعنی چی؟ وقتی میگم رنگو میشناسه منصوری یعنی این اومده یک بنفش آبیه، نمیدونم واقعا. ببین چقدر میتونه باهوش باشه، این رنگ نارنجی رو چجوری ترکیب بکنه و خیلی حتی نامحسوس توی قسمت‌های از ماشین کار بکنه که تو نبینیش ولی روی چشمت اثر بذاره. خیلی باهوش دیزاین میکنه منصور. یه چیزی براتون دارم که اگه موتورباز باشین مثل خودم دیوونه میشین. هیچی نمیتونم راجبش بگم، چه اندازه لاستیکی، چه رنگ و لعابی، چه شکلی، چه رنگی، چه سری، چه دومی، عجب وای چقدر زیبایی. یکی از چیزایی که توی منصوری چشمگیر فراری هاشه، اما بین همه این فراری ها من خودم عاشق این فراری F8 هم. ببین آخه مگه میشه تو انقدر حتی توی موتور و توی انجین رو کربن کار بکنی از همون جنس و از همون رنگ نارنجی که اومدی توی اینتریور استفاده کردی توی موتور کار بکنی، از همون کربنی که توی موتور استفاده کردی روی فرمون کار بکنی. تمام آدم‌های بزرگ دنیا وقتی که اسم منصوری میاد یک قسمت دیگه ای رو براش اختصاص میدن و میدونی یک تصویر دیگه ای رو براش میسازن، نه به خاطر صرفاً دیزاین ماشین، به خاطر خلق ارزشی که کرده، به خاطر برندی که ساخته، به خاطر تصویر برند و تصویری که از هنر یک ایرانی در جهان تونسته بسازه. ببین تو وقتی میای اینجا حس اینو داری که انگار وسط بهشتی. خیلی ممنون که ما توی این ویدیو همراه بودین. لایک کنید، سابسکرایب کنید، کلی اتفاق خوب رقم میزنیم. با من باشید.